مشکلی گر پیش می آید خدا را یاد کن، تا گرهش جهل بکشاید خدا را یاد کن. باک نبود گر حسودی از رهی خشم و غضب، زهر در دیگی تو اندازد خدا را یاد کن. مرحمت از مقال ها سر میکنیم. به شیر نیست دریا به ماهی، جواب احمق سکوت، کم کم خور هر دم خور. سنگی وزنین را آب نمی برد، کار امروزه را به فردا مگذار، زهر آدم را آدمی بردارد. خب کفایه، زبور مثل ها خانید. مثل مهنتی بهار پر کند کنار، جواب احمق سکوت، مهنت کنی راحت می بینی، به مهنت راحت میسر نمی شود. دروازه کلان و شهر ویران، خاک زن و شوهر را از یک جا گرفته اند. خب چیستان ها، نخودکی سبسفید؟ نخودکی سبسفید از آسمان می بارد، در کفش می شود هاب، ارک او را می دارد. خب جواب چیستان؟ جواب چیستان برف است. این سو روان میزنی؟ این سو روان میزنی، آن سو روان میزنی، قابل شوم میزنی، شوخی کنم میزنی. جواب چیستان؟ توپ. خب مرحمت بول دوست چیستان های دیگه حل کنید خودتان. خری سفید از عاقل بر نمی گردد، جواب چیستان دندان. فدای گل سرود خواند برای گل، جواب این چیستان بلبل. از آسمان افتد نمی شکند، از درخت افتد می شکند، جواب این چیستان برف. خب تشکر. 4 لطیفه خوب خوانید. 4 لطیفه. شخصی خوابیده بود، در زیر درخت خوابیده بود تا رفی خستگی نماید. رهگذری به آنجا در رسید و گفت در زیر پایت مار در حرکت است. گفت در زیر پای راست یا چپ؟ پسری از پدرش میپرسد پدر جان ماه دور است یا نیویورک؟ پدرش میگوید پسرم یعنی تو همین را هم نمیدانی؟ انا به آسمان نگاه کن، چرا میبینی ماه را؟ البته که ماه را. خوب پسرم، حالا به اطرافت نگر، نیویورک را در آنجا میبینی؟ نه، پس نیویورک دورتر است. از رساله دلکشان بگویی میشود. روز سلطان محمود غمگین نشسته بود. طلحک خواست که او را از آن ملالت بیرون برآرد. از این رو گفت ای سلطان، نام پدرت چون بود؟ سلطان گفت مردکی قلتبانی سگ، تو با این چی کار داری؟ طلحک گفت نام پدرت معلوم شد، اکنون بگو که نام پدرت چون بود؟ سلطان بخندید. تشکر. 2 تزگاه خانه. نتیجه 6 به 6 و 36 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 به 6 شاخی به 6 شاخی شفتالو 66 گنجی 6 به 6 شاخی شفتالو 66 گنجی 6 به 6 شاخی شفتالو 66 گنجی 6. پیسوی ایام تعطیل دروغی مرا هم خوندی. بله. آفرین. اکنون همه سنگ و دعوک است که از مجید سلیم. از مجید سلیم من کتاب شما رو خونده است. کدام شما مجید سلیم؟ این که در پهلوی شما هست. خوند اکنون چی شناس میشیم؟ مجید سلیم این کس است نه، من شوخی کردم. بگو همین سنگ و دعوک لگلبی او میرد به چقدر دشمنی ها دوستی ها میبیند، همین نقل کن. سنگ آبدوک. فصل زمستانم نزدیک است، ولی سنگ آبدوک حالا از سنگ بر سنگ می پرد، چون که وی بی عقلی کرد و با دوستانش پرواز ننمود. وی میخواست که در همین منزل ماند، نمیخواست که از این جا برود. آخر این جای را خیلی دوست می داشت. فکر میکرد که این جای همیشه سبز و خرم و آباد خواهد ماند. همیشه سنگ آبدوک شاد و خرم در اینجا زندگی خواهد کرد، ولی اینطور نمی شود. البته که هر چیزی تغییر می یابد و زندگی این سنگ آبدوک نیز تغییر یافت. سنگ آبدوک نمی دانست که چه کار کند. او در این زمان حالا سختی های زیادی را می بیند. این هنوز کم است، سختی های زیاد دیگری هم در پیش است. حالا زمستان می رسد، تیرما می رسد، برف می بارد. تشکر. خوب، همین احمدی دیوبنده. بله. خوب. نقل کنیم. قهرمانش کی؟ قهرمانی اساسیش احمد. همین بس با همه مزار با قبرستان شبانه همراه احمد کی میره و هیچ کس، ولی خودش تنها میرود. از همه اسباب هایی که در آشخانه میشوند چی رو گرفته میبرد؟ کارد رو گرفته میبرد. بعد در اونجا چی احمد رو جین میزنه؟ نه آره جین نمیزند. جین نمیزند نه؟ مکتبی کهنه. بله خانم. همین صدرالدین میگوید که من به مکتب نمیروم. نمیره.
پدرش میگوید که برای چی؟ میگوید که توملم میزند ما رو میزند. بعد پدرش چی میگوید که احمد صدرالدین میگوید که میروم. خوب اگر تو هم به مکتب نروی من هم به تو کرچه خریده نمیدهم. اوه کرچه وی چقدر زیباست. اگر در گردنش حتی زنگولچه و گردنبندی پوپکدار آویزان کنیم بازم زیباتر می شود و سیدالدین عینی از رأیش می گردد و باز به مکتب می رود. انا افسانه نقاب نرگسی مرادلی همین نرگسی مرادلی نقاب کدام حیوان برایش نقاب میکشد؟ روباه میخواست که شیر شود. شیر شود. با شیر شد؟ نه آره با نقاب بعضی از حیوانها از وی ترسیدن ولی وی در حقیقت شیر نمی شود چون که با نقاب ساختن یعنی چنانی که انسان با نام خود را در روی سنگ نوشتن و در روی بعضی چیزها نوشتن مشهور نمی شود. این روباه نیز شیر نخواهد شد چون که وی هرچه نباشد روباه است و چون در برابر شیر حقیقی را دید از ترس کم بود که بمیرد. وای لیکن یک بار شیر ترسید ها؟ بله. یک بار هیکای لالچینی. خوب از پولاد تالیس. یک سوال مشکل میدهم. یوسف و هاشم به لالچینی میرفتند بناخست به یکدیگر بازی سر کردند. اینش رو زد. همین مثل من همین مهردین بودن. یک تاش قاق دراز یک تاش فربیحک بود. و یکدیگرشون کفتی یکدیگر کتی میزدن میدویدن تیله میدادن شوخی میکردن اینش رو و میرفتن. برای چی میخل کردن؟ برای آنکه آنها بچه بودن خرد بودن و در کوهستان هوا هم فارم بود آفتاب هم برآمده بود یعنی خیلی گرم بود و آنها با هم دیگر بازی میکردن. همین برعکس خیلی خنک بود سحر بود برای گرم شدن همین کار رو کردن. خوب تو خیلی چپش جواب دادی این خیلی تاب دادیم درست شد. بله. یک سوال دیگر از تابستان اثری کی؟ اثری پولاد تالیس. بدون من از کجا سوال میدیم؟ همین عبداللطیف تقایی حسن میشود. یک عادتش بسیار به حسن معقول نبود. کدام عادتش؟ یعنی عبداللطیف تقا به حسن همینش بیشتر معقول بود که از عبداللطیف تقا بوی جنگلزارهای بیپایان بوی شهرهای زیادی می آمد. هر شهرهایی را که حسن در عمرش ندیده بود عمکش مانند 5 انگشتش می دانست. درست این گپ درست است لیکن به حسن معقول نبود. یک کاری تقایش به حسن معقول نبود. چی؟ معقول نبود اینکه تقایش مانند آدمان دیگر بسیار نصیحت میکرد. تمام همین جواب است. بسیار نصیحت میکرد. ادیبه بانو انا استاد از نصر بسیار پرسیدن لیکن من باور دارم که باز اینجا در روی خط بسیار خیلی کامل به نظر میرسد. با باور دارم که کتاب ها رو هم مثل چیزهایی رو که در خاطر داری خوانده ای و کمتر از نظم صحبت کنیم چون شعر رو هم زیبا قرائت میکنی. اینجا هست از گلستان سعدی شیرازی چند حکایه آوردی؟ از هر باب حکایه آوردی. از هر باب تا 3-4 تاگی حکایه است. از باب یکم حکایت مردم آزار کنی همین نقل کن برای ما. مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر نیک مردی زد. آن بینوا را مجالی انتقام نبود. سنگ را در پیش خود همی داشت تا بدان روز که سلطان را بر آن لشکری خشمش آمد و در چاهش کرد. پس اندر آمد و سنگ را بر سرش گفتا تو کیستی و چرا مرا این سنگ زدی؟ گفت من فلان شخصم و این سنگی است که در فلان تاریخ به من زده بودی. گفت چندین روزگار کجا بودی؟ گفت از جاهت می اندیشیدم. اکنون که در چاهت دیدم فرصت مناسب دانستم. ناسزایی را چو بینی بخت یار عاقلان تسلیم کردند اختیار. چون نداری ناخونی درنده تیز با بدان آن به کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد سایدی سیمین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد. تشکر ادیبه. همین بوستان رو هم خوانده میخوای نه؟ فرق بین بوستان و گلستان چی است به نظر خودت؟
بوستان گلستان کتاب نثری است و بوستان باشد کتاب نظمی با است. نظم نوشته شده است. کنی از زمین آغاز بوستان، آغاز کتاب. چو این کاخ دولت بپرداختم، برو 10 در از معرفت ساختم. یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی ترس و خلق ترسی خدای. دوم باب احسان آدم حساس، که منعم کند فضل حق را سپاس. سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندند بر خود بزور. چهارم تواضع رضا. پنجمین کفایه ای مانده قدم بر راه مکتب. از صدرالدین عینی. ای مانده قدم بر راه مکتب، عالی است مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، زندگی آخر سرایت. زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. محبوب همه خلق جهان، محبوب همه خلق جهان شد وطنی ما. امید همه بی وطنان شد وطنی ما. چون سر نفرازیم و تفاخر ننماییم، دیروز بعد باران. دیروز بعد باران ابر و کمان تیر و کمان برآمد. بیراق نوبهاران پرتو پیشان برآمد. این شعر مادر فرشته بود رو تا آخر خواند. مادر فرشته بود و فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. در کودکی خواستم برم به مادر خود یک هدیه نه. یک شعر که خودت خوب میدانی و دوست میداری همون قرائت کن. درباره تاجیکستان. عجب بایست و زیبا که سارت، پر از در که ساری آبشارت. طبیعت هر چه خواهی توفه کرده است، به هر یک گنج کانم تاجیکستان. شوی سرسبز و خرم در بهاران، مثالی باغ و بوستان بعد باران. به تابستان چه شیرین میوه‌هایت، که جان راحت کند از لذتی آن. به زندت تیر ماهت هم بهار است، بهاری به خزانم تاجیکستان. تو آزاد هستی و من زنده با تو، عزیزی مثل جانم تاجیکستان. تشکر. کیله و دیمنه اثری خیلی مشهور بله. که در دنیا نظیر ندارد. قهرمانش کی هستن؟ قهرمانش یعنی جانوران، دیمنه، شنزبه و منزبه. جانوران. بله. یگون نقشش میدونی؟ بله. کنی یگون نقشه وای کن از باب اول. کلیله و دیمنه دهقان بود، 2 گاو داشت، یکی شنزبه و یکی منزبه. آنها را یعنی از پشتی کاروانی از دیگر چی فرق داشتن؟ شنزبه از دیگر چی فرق داشتن از دیگر؟ شنزبه و منزبه خاراکترشون چی خیلی بود وایشون؟ خاراکترشون چی خیلی بود و چیکار مشغول بودن گاهو؟ شنزبه یعنی شنزبه خیلی شجاعتر بود از منزبه. شجاعتر. بله شجاعتر بود. بعد چیکار میکردن؟ آنها از پشت کاروان می آمدند، ولی در راه شنزبه از پا می افتاد. منزبه را گرفته می برند. به شنزبه چنین می گویند که منزبه مرده است و شنزبه که منزبه را خیلی دوست می داشت. بله خیلی دوست می داشت. قهرمان خلق تاجیک تیمورملیک اثر کی است؟ اثر صدرالدین عینی. پوست از رمان است چی است؟ پوست است، رمان است، کدوم ژانر؟ آچرک. آچرکی علمی تاریخی ها؟ آچرکی علمی تاریخی. آچرکی تاریخی درباره کدام لحظه ها نقل میکنه تیمورملیک؟ درباره شجاعت تیمورملیک. چقدر سرباز داشت تیمورملیک؟ تیمورملیک سرباز زیادی نداشت، قریب سربازانش 1000 سرباز. 1000 سرباز. و با مقابل چنگیزیان جنگ کردن چقدر کشتی ساخت؟ 12 تا کشتی سرپوشیده ساخت. 12 قایق ساخت. و این قایق‌ها رو چگونه ساخت وای؟ یعنی که در دریای سیر ساختن قایق، اگر شما دریای سیر دیده باشید، و چگونه ساختن این قایق‌ها رو؟ از چی ساخت اون رو؟ آنها را از تخته و باز بالایشان را با نمد پوشیده، در بالای آنها لای و گل ماند. برای چی نمد با نمد پوشاند و با دیگر چیز نه؟ برای آنکه نمد گرم است و اگر توپ و آتشی به آن برسد، آن به امین زودی یعنی با منجنیق وقتی که میزنن آتش میپرتن و بعد
نیزه با کمالغولک وقتی که میزدن در چیکار میکرد؟ آن به نمد جفس میشه و به آدم نمیرسه. و این قایق ها به چی تبدیل یافتند؟ آنها رو چی میگفتند دشمنان؟ دشمنان یعنی مغول ها آنها را فیل میگفتند که فیل های آبی میگفتند نه؟ فیل های آبی میگفتند. روایت سوقدی ها؟ بله. روایت سوقدی این پوستی بسیار زیبایی او کی استاد؟ سات ملا زاده. سات ملا زاده. قهرماناش کیا بودند؟ ویرکن، ننیمنچه، ریوخشیان، باز یادخشیدک یا تقدیر ننیمنچه چی شد؟ تقدیر ننیمنچه ننیمنچه در آخر خود را به دریا پرتافته میمیرد. یعنی تقدیرش خوب نبود. برای آنکه وی از اسیری کرده مردن را بهتر میدانست. یعنی تشکر. شعری پیرو سلیمانی مرغک شما میدونی؟ بله. همین هم میخواستم از شما شنوم. مرغکی بود سری درخت شمشاد بود، خرم و شاد بود، پنجه هاش نرد بود، پرکاش زرد بود، در نول شهتوت بود همچو یاقوت بود، گربه رفت بالای بام ناساز بود، دمش دراز بود، چنگال ها آبی دهانش میشارید، چنگال هاش میخارید. مرغک گفت کو کو کو، گربه گفت کنی تو، گربه دهان باز کرد، مرغک پرواز کرد. تشکر زیاد.